Короче, دوستان عزیز همین اشکای ما که اکروژات نکردیم زلیخو گرفته اونا شما باید اکروژاتش میکردیم و خدا میگم اکروژات کنه اکروژات نمیکنه من از محمد خشی من موهای دخترم کشیدم این بود برو من ایشون امروز گرفته رفتن رقم یک عددی مبابنی کی زمانوی سلفی روز مشوات مسوزی عدوشی سلام علیکم دوستان عزیز اینا زلیخا محمدشاه و سوما گرفت ای توی همین خیلی گرفته که باور که یگون کامera زمیچه نکرده نج охраннико сумма гирифта ҳуй хурдагия 27 декабря в 20:00 состоится новогодний шоу-концерт восходящей звезды таджикской эстрады Зулайхо Махмадшоевой. Вас ждет незабываемый вечер, веселые конкурсы, призы и волшебная новогодняя атмосфера. Адрес: метро Текстильщики, ресторан Асаки. Заказ билетов по телефону +7 966 029 49 03. دوستان عزیز زلیخا محمدشاه 200,000 روبل گرفته رفت انا پلوی که بلیت مردم بود همش گرفت رفت دونه سرود خون کدومی که بینه التماس اکروژات کنه من از دوستان عزیز من از محمد خشی من موهای دخترم کشیدم برای شما برای این چهار شما ایران میخوادم بعد دیگر اومدم نمیخونه گفتن ای پشت پیچاکش و ایران نشدن نرسته من موهای دخترم میخواستم برای شما اومدم خونه این بود برو من ایشون امروز گرفته رفتن زلیخا محمدشاه مخلصاش حرمت نکرد مخلصاش کوروشون مونده اومده وقت جدو کرده با کنسرت زلیخا محمدشاه و پیسند نکرده ای کنسرت گرفت انا شما میگه کی حافظه خیلی حافظه را یگون چی نگو اینا که بعد اینا می گرفتنش ما چی بگم زلیخا گارن پدودید کرد از کنسرتی که موندگی بودیم 100,000 با امی یتیم خانه جدا میشید نیکی زلیخا محمدشاه و نی پلمل شمایل مخلصوشا вообще پیسند نکرد حرمت نکرد گرفت رفتک اکمو چخه بفهمیم و چخیلی آدم حافظه را ما چی بگم مردم وقت جدا کرده اومد نیکی همه آدم اتنید نکرد بعد این کارو اکه چخه ما حافظه را حرمت کنیم چخیل بفهمیم تاری حافظه را کی پلا گرفته میگریزه برای 2-3 سرود خونده سلام دوستدارانم تصمیم دارم که روز 27 دکتر در شهر مسکو در تالار اساکی سالی نوی میلادی را با هموطنان عزیز و نازنینم یک جای جشن بگیرم انتظار باشید تا دیدار короче دوستان عزیز همین اشکای ما که اکروژات نکردیم زلیخا گرفته اونا شما باید اکروژاتش میکردیم و خدا میگم اکروژات کنه اکروژات نمیکنه